سلام رفقا. تو این قسمت شکل معرفی فیلم و سریالمون رو عوض کرد و با یه سبک یکم متفاوت برگشت. الان میخوام یه سریال خیلی خوب اما کمتر شناخته شده رو بهتون معرفی کنم. یه سریال درام با کلی بازیگر عالی و معروف مثل جنیفر انیستون از سریال فرندز، استیو کارل از سریال آفیس احتمالاً یادتون باشه و ریس ویدسپون که یه چهره جدید و یه چند تا سریال بازی کرده ولی واقعا من ندیدمش قبلا. بیلی کروداپ قبلا از هلو تومارو میشناسم که بازیگر مسنه اما واقعا داره خوب بازی میکنه و تازه بهش فضا دادن. و جان هم خوشتیپ و دوست داشتنی که یاد سریال مدمن میفته اگه ببینیدش. این سریال پرهیجان و درامه که چند موضوع رو همزمان روایت میکنه. سریال The Morning Show یا همون برنامه صبحگاهی خود. موضوع فصل اول در مورد مجری مرد یک شبکه تلویزیونی بزرگ و معروف هست که مرتکب تعارض جنسی شده و حالا برملا شده که نقشش رو استیو کارل بازی می‌کنه و واقعا این برای استیو کارل که ما میشناسیم یه رول کاملا جدید. همکار خانومی داره که رابطه عمیق چند ساله‌ای رو با هم داره و نقش این خانم رو هم جنیفر انیستون بازی می‌کنه. اما بعد از اخراج استیو کارل یک مجری خانم بسیار پرشور با بازی ریس ویدسپون وارد داستان میشه که سیاست‌های شبکه رو کلاً زیر و رو میکنه. این اتفاقات همزمان است با جنبش میتو که کلی هم سر و صدا کرد و باعث شد خیلی از اتفاقات تلخی که پشت صحنه سینما و رسانه‌ها رخ میده علنی بشه. و توی فصل بعدی اتفاقات در دوره کرونا و پس از کرونا رو روایت و چالش‌هایی که همه دنیا درگیرش شد. اما فصل 3 این سریال به شرکت‌های بزرگ تکنولوژی و آیتی پرداخته که به شدت رشد کردن و جان هم نقش رئیس یکی از این شرکت‌ها رو ایفا کرد که ما رو یاد ایلان ماسک می‌اندازه. این سریال سعی کرده وقایع داستان‌هاشو همزمان با مسائل روز دنیا روایت کنه که کار جالبی است. خط داستان کاملا منسجم هست و نمیذاره از هستی اصلی اتفاقات دور بشیم و بی‌نهایت روونه و اصلا خسته کننده نیست. هر قسمت هیجان خودشو داره که همین برای من خیلی جذاب بود و راضی بودم چون منو وادار میکرد برم سراغ قسمت بعدی. از این دسته سریال‌های درام واقعا کم پیدا میشن که جالبش اینجاست این سریال ساخت شبکه اپل تیویه و معلومه مثل سریال تدلاسو که باز اونم از اپل تیوی بود سعی میکنن مخاطب رو کاملا راضی نگه دارن. این سریال این نکته خیلی خاص داشت و اون نگاه تازه و متفاوت غیر رادیکالی به اتفاقات است که موضوعات رو از زاویه‌های زیادی نشون میده و برای من واقعا جالب بود و از بقیه سریال‌ها متفاوت ترش میکرد که منو یاد سریال اورنج نیو بلک انداخت. و نکته دیگه بازی به شدت خوب خانم جنیفر انیستون است که تو این سریال واقعا گل کاشت و نشون داد چقدر بازیگر توانایی هست و اگر بهش بها داده بشه میتونه عملکرد خیره کننده از خودش باشه.